سلام سمیرا خوبی؟ سلامتش ممنون. سلامتی. سلام اوش نیا. اوش ya basılan şoştum. So mi ve bahçe soykuna gatmış beter. زینت داره خوبه؟ ها حالش خوبه. دیروز تو آذر خانم بریم ما خانم پراتو گم برد زینب یا بیا هم یا باش داخل بزستی خانم پراتو تا زینب راضی شو بود داخل بزستی من دیشب تا آذر خانم بیرون میرم زینب این بقراری نه چی بیا؟ نه مثلا زیادی کنه نه اوتونشو بخواب کنی. هستی چه؟ یه تیسر کلاسش بیستی میمونم. فهمه تو بزنی؟ این زادرش بدونستید. خواهش میکنم. بفرمایی وسایل. یه لحظه بهش بخواد صادق هم خورد و بخیام. باشد. خواهش میکنم. خواهش میکنم. زینب خیلی من خطا بخواه رازیش بکردم می سیمی اصلا تا کلاس شروع بو برسه کلاس بیا یعنی تاش کن دفنه منی؟ ها Efendim. Şah kızayım yürü. خواهش میکنم. Bir şey olmuyor. Çinler ne çeşit herhalde.
باید نزدیک عصره تا این توی راست کیم خیلی شمونه جمع کنیم باید آزار خانه تایی بیم آه ببینم نم داره ندم ساده چند تا یک پلاستی چو بیکنم اون چیزانی یا اینو داریم میشه به خود چش
برای چی ولادم تلفن bueno, Samira da. Wacht eens, چه جیب بزنم. خب باشم با ویتی بانم. باید یه فیچی هم آلونش که اون شسته باید بار ایده زمین رو بیتونم بارش میده زمین رو چه بالش خوبی بالش اونی ها شی بشه طرف بال بکن به هرچی بچشیش اصلا نیه اصلا نیه تکن آتش کنش
یه باشش بیچه بخم خوب دیروزم دیشب تازه خانم صاحب چنا ایتندی چکاری کنم تیسا 2800 کار چدم باید یه دروده برن چه او 2 میلیون چه بتنم قسط و چی دارم قسط و چی برم از اون باید کار کنم چه این میتونم یه نخته بزنم تایید کنم Klasici usulü barun çizeli. O için barun çizini bar yarış zemi bu. O bana siyabi bir daxil çadır. Bir tarafış. Hiç o tarafış بهتری. Böyle hem ببینیم barun بزنی دوباره به سایدون حسابون تا وقتی کلاس نویسیم این کارو چرون خیلی سویدم تموم شده رسانه هفت‌های یه دونه برم سایب خیلی بجایمون بخانم پس سمیرا انگار همو آقا اینو ما والله فرما سلام علیکم سلام خوبی؟ بفرد گل از بیا
خوبی سلامتی؟ سلامتی فرما بخیر بفرمایید. اسمعنا که دلم میاد خوبی فرما بخیر ممنون. اسمعنا که هر وقت نظام چوری روزم اسمعنا که نظام چشی بفرمایید گیرم. اسمعنا که نه اسمعنا خیلی قشنگه بفرما خواهش کنم فرما داخل ممنون. خوب خواهم برم. ها یه ساعت هواش بهتره بشینیم. یه چیزی فرما که اینجا بشینیم. راحت بدوش بیارم ها یه بدوش بکنم اینجا بشینیم. اسمعنا که زمان چشم بشینیم. داخل چند یعنی کسی داخل آیا هوا بهتره یا چند هوا آدم هوا بخوره؟ همون یه چای تازه راست خیلی و برف راست خیلی خیلی هم تو کار اشتباه چرا بوده برداشتم نسیم قشنگه همون یه چای بارم سیش داشته کار بیش کردم من بخشی اسمت چیه؟ من صالحم. خیلی واسه نبیوی داخل خوبی هوا بهتره. چند سال کنم. من واقعا در خانواده تیگوتی سرپرست ندیدم. براشتم خیلی وزنه پی داخل کو قبل ندیگه کن یه جای دارم اومدی نیستم بر من سه دست ناکمه چکنیم. اصلا واقعا شرمنده امضام که دخته بود در دوستت تا این همه رانه بیایی رو ما وظیفه بونه. وظیفه ما یک کمه چیزی کنیم. اصلا نه دست دانه که بیا. بخش. میگم تا چه خیری باسی یه زنزونیه. هم این مشکلات خیلی سخته. سخته سه خاطر چه دست تنهایم مجبورم زنده سخته بگذارم تا چه خیلی نکنیم وای اقتصاد ایران هم بردم چطه مردم انتظاراتی کنه. تظاهرات؟ چیزه؟ مشکلات اقتصادیه. مردم میتونن با این مشکلات زندگی کنه. خواستم تو یه زونیه خیلی سخته. زونی به آخرش چه کنی؟ بعد شاید نیات لغمه بده چند روز یه بار هی آیرو مزاحمی میگو و تا کتاچ میزنه اگه بیا تاور جدیم سا زنده ایمون ولی خمت قابل اعتماد نیتونم اعتمادش کنم چون تاور همسا زنده این زنده ایم قابل اعتماد نیسته شکایت شکن. شکایتش هم کردم داخل زندون بی تا چند ماه این چند ماهش داخل زندون بیره سند نار و جلوی خوش با سند آزار رو بیره با سند ساختمون الان من هیام میگه تا وجه نیستا زنده ایمون روزای تنبری چه او سندن آزار کنم من خیلی روزای تنیرم یه دو شرط هم نامسیش این شرط مقاول چه دیان سی زنده ایمون انش هم به اطلاق میبینه نه شرط مقاولی که نه اطلاق میده سیمی مزبورم بیرو واسه خیلی سخته تنهایی زونی سخته زندگی کنی.
مجبورم با این مشکلات اقتصادی هم تکراری کنم. همین نگم آنامپراتور من میشه فیلم نداری که نه چندای جشت داخل شهرچه بخواه هونه ازاره کنسی بعد اول 200 میلیون رنگ برین از اون ماهیانه 70 میلیون پیک برین میخوام یه دو تنها 200 میلیون اصلا نرارم از اون ماهیانه 70 میلیون نفسیم سخت چه بخوام برام سی ازاره هونه لیزمی چه حس امونشی اقای اول گو با ماهیانه 100 دلار برین من گرم نیترم دوازم چهارش سی دلار نه نه همی از خانم چه میتونه به مرای رفیچه هیچ کاری کنم بترم هم قسط و چیل ما برام و چیل هم قسط و زمینه من از آرشین هاش کمه چه کنم ادا هرچی در توانه بود کمش تی کنم این زامکان راحتت کنه یا خورده سختی رو زندگی کردن تنهایی با این مشکلات این بعض اوضاع خیلی سخته بخورم هرچی در توان بود کمش تی کنیم سخت خیسته من به چیل دارم من به چیل هم داری؟ ما یه به چیلی جرفت مثلا این پیمندن با شوهرم و چیل میگه ترام به راحتی تلخت برم قبلا با شوهرم چه بیرم یه نامه نوشتم چه مریم بندی خان فقط دست دستم آمدم نه به خاطر این نامه یه به چیلی انجرفت می پیمندم خیلی پیچیده و بیره و چیلی بدون مریه ترام زی تلخت برم ولی اعتراض دارم گرام بدون مریه تلخت نیخم الهی دختر تنهایم مریه هم حقمه من با مریم بسونم هرچی در توانی ما تا کمه چه کنیم اصلا خیلی ممنونم تعارف نکن هرچی کمه چی خیلی مثلا زحمتی چشی یه تایی رو سر میزنی و سایل یا رسیم وظیفه مونه انجام میدیم باش کلی کاره دست من وظیفه مونه میهونه چه خود داخل زنده کنی نیاز کاجنه چون بخوام بیام کار کناسی هم بتونم او رو واسم هم کاجر هونتون نور خب تنهایان کارجر خب یه اتاقی بیشتر نه خب از دست خون بریم تنهایان تنها زندگی یه اتاقی بیشتر نه آرام نه کارجر میخوام نه پیش کنم همه تحیدی خانواده داری نه مزردم شرمنده باشی ساله چه هم تنهایان لازم نه فعلا خواستم هم زنی تیزم تیگم بیام دست زنه که خیلی ممنون از کاری از دست میگوید انجام بیفسید دست زنه شاید کن شاید که خوصی شاید موقعی که برف بارون نیست سوه میرین بعضی وقتا ولی از خانم شیفت از کاری کنم تا نیمه شب داخل کارگاه هم کاری کنم هم بعضی شاید چیزی برف سردی یا سون تو خیلی هم سرد زیادی خیلی بخوصی خیلی هم خیلی ولی چه همراه بی با خانم پراتوی رو داخل بزستی امورن دست شای خونه ولی زیاد قبول نیکن داخل بزستی از هم یا تیم و ایره الان تنهایی ها؟ الان خون تنهایی خیلی سخته با هست که چی لازم داشتی به هم بگی تایی بیارم تو داخل کن محل زنده کنی احسان نیشناسی مثلا یه نفر چه داخل کار ساختمانی بوی احسان یا هر چه پرسی کنم اشناسش تا چطور نیشناسمش یه روز تایده یا ما دوستای سردش نیستی؟ نه میخواستم اونه احسانش ناسی یا نه؟ احسان نیشناسم نه و هر چه پرسی کنم اشناسمش جمعیت زیاده یعنی این شهری چه آزر خانم داخل زندگی کنی تو نه داخل دو شهری؟ نه مزاری شهر دارم یه زارنش یه زایی داریم یعنی موزاش آزر خانم زندگی کنی فاصله شو تا اونه احسان هم زیاد نیسته میشناسمش نه اونشون نزدیچه میشناسمش خواهش کنم فرما داخل خیلی ممنون خوبه تا میبر بیام دست در نکره میبر
تا دو میوه بیارم بشین تا میوه بازار زد الان کارتی داشتی زنگ هم داشتم آره مداری ها خانم پراتو داره هر چی خیلی لازم ممنونم داشتی زنگ بزن تا کمچی هر چی دست بیای کمش تو کنی باشه دست نره که شرمنده بازار زد خداحافظ خیلی خداحافظ. ممنونم واقعا لطفی کردی ممنون خدا خداحافظ. تو از شو از چی بود آخه سالش سیاهی تریه باشه زن کنی یه خورده نور داشته بودمش الان این قاچ پیدا و بیره واقعا شانس آوردیم چه نفر یا کمک میکنه یا یه بدبختی در پیش دار ها شما واقعا در خوب زیاد زنده ایم هیچ شانسی نه آقا سمیه چه حرفی فرما داخل صاحب ممنون یه چه دیوانه در زینه بشکنم داخل دستش افتادش کس le mauvais. میبسنی آدم چه مهربونن خوبن زنده بقیه درچی کنن گیری چی یار میدن واقعا گل گرفتن داره واقعا کسی هست چی یه نفر درچ کنه دل یه نفر شاد کنه به خاطر گله برداشتم میوه موبه واقعا دست شده که سوی بزن سید نه ممنون میخوری واقعا نه واقعا من پاتو چند چون گازش خالی بود ایتایی با خود بریش تا بشنی تمام میشه ببرم پیاز خانم باشه حتما چه اصلا فشوازش تا آخر شورش ایمه تایی رو ایسو چند تگو بیری سلام وازو تا آخر یه سر چه روشنی دم داخل سال جنگ کنی سردی بود باشه حتما یا بگو با خود بریش ولی من دیگه ویدیو ما بدون زینویس رو داخل کنم بینندیان ما دستش شاد شو ببینه هاشی کنم ویدیو اگر بدون زینویسی خبر داخل کنم یا زینویس مشکل داره ویدیو رو لغو کن اصلا بینندیان ما اذیتی بود
یه چه بیننده نه تا نظر داگ اپراتور عوض کن ویدیو بد به دست میرسه بعدا نه هیچ ثوابی نیخوابیدیم ولی خواهش کنان دن نظر ویدیوی ما بدون زینویس برن داخل کانال ولی من هم داویش و میدونم بیننده دی خوشم هسته واقعا خوشحال نمیکنه من هم دوست دارم خوشحال کنم باز ویدیو دیروز دوباره توضیح دادم دیروز ما زینب اومد تایم فقط دیروز مدرسه تعطیل میخواست بیاد تایم یه سری ما بزنه درستی میخنجه وقتی که هم که زنی شدیم صحبتی چنان ایشانی فهمیسیم میگفتم گفتم داخل کارگاه آزاد خانم فهمیسم یه چه بیننده من چه رفته خارج من گفته چو ایشا بیننده خارج کشور این فصل جشنی جونی یعنی اسم خطورتش کریسمس این عید کریسمس هم میخواستم اون روزه و تو تبریش چی گفتم اون روز شد ویدیو به دست من رسی واقعا اون روزه و تو تبریش چی گم امیدوارم روز خوبی داشته بود امیدوارم همه آدم هر مشکلی که زندگیشو داره برطرف بود بیننده من عیدی چون سال در پیش روشونه عید خیلی خوبی بوستیشون شاد بود همه تون یه قبل چون بدید حیات من حیرت واقعا نونم خوشحال بون یه نفر حسه که مشون کنه یا از بد شانسی خود ناراحت بون شاید با اومدن یه آقاش منشناسه هی گولم بزنه بدبخت الان هم قضاوت کردنش زوده میدونم آقا خوبی بود هم برش داخل روستا بهتر اوی بود تا ایران نشینم هنوز اونو ببینم الان پس تاکسی چه خیلی توی داخل بزستی من همراه خود با داخل بزستی میشنی چند با خود بفرش که سوا بیاش تام برم تیار و خانه شما هم موری هستم باش حتما تشنه بینی تا داخل صادر رو میبینی پیش نیتم نرده با خود به دازش تموم شده برو با خود برش و من منشرم تازه خانم لباسم هم خیسه اشکال نه آنی زابو
ما خطا نزدیم که برقرارش نمیفهمم دنیا خطا نزدیم اصلا نمیفهمم خیلی باش برید تا یه بارچی من برم داشته آقای خانم گاز هم بپر کن باشه حتما کار تمام شهور می اقصالی حالی bir 80 saniye sabır çabuk dikler. Hadi çabuk. Zeytini.